دوستان عزیز به شما ما یک نویگری نه یک تجهیزاتی که آقای عبدالله‌زاده آماده کرده است. آقای عبدالله‌زاده بله. سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر آقای اسکندر. این را شما آماده کردید؟ بله، من این را 10 سال پیش درست کردم، فروختم به آقای شرفی. حاضر من خونم کنید. این ساخت خودم هست. این چی نوشته کرده است؟ این اویل صنعت، ساخت اویل انواع صنعت. دستگاه روغن کشی، اناردون کن و آبگیری. عبدالله‌زاده نامیراش هم 0915 102 32 96. این اویل صنعت. اینا شما تجهیزات آماده بله، کردید؟ همه من درست کردم. شما مهندس هستید؟ تقریبا یه جورایی. خب این آپارات چیکار میکند؟ این روغن میگیره، روغن کنجد، روغن زگه، روغن سیمیشکه، روغن سیاه‌دانه، هر دانه گیاهی که بغیر از پنبه پخته توی بریزین روغن شده. همدیران عزیز نگفته نماند که ببینید که آپاراتشون کم مایده هست، 50 با 50 هست، در یک آشخانه جایگیر کرده شده است، در آشخانه خانه خودشون جایگیر کرده شده است و حاضر ما کارش رو میبینیم. آقا جان کنی روشن کنید. این استار میزنیم، استارت بزنیم یعنی که استارت علیرغم این کنجد داخل این میریزیم، کنجد رو میریزیم، ریختیم این به کار در اومد. و حالا این روغنش چشم روغن این میگیره اولش. این ریخت منه حالا چی بر اومد؟ کنجاله. کنجالش بر اومد، حالا کنجد از بالا این بیاد از اینجا روغن شد بگیرید، اینجا روغن میگیره. اینجا این کنجاله جلو حالا بیاد کنجاله ریخته شده است. دیدم کنجاله خوش. کنجاله خشک حالا بیاد از اینجا روغنش علاقه بر اومد. منه این این روغن ببینید چقدر تازه است. روغن تازه است، روغن سرخ هم نیست، در حتی نمیسوزاند. اینو ببینید. این آقای عبدالله‌زاده این ما که در دوشنبه در بندر زندگانی میکنه در تاجیکستان است. این بسیار اختراعکاری زور بوده است. این چند سال شد این اپارات رو شما؟ 10 سال الان کار میکنم. آقا با شما فروخته شد؟ بله. شما خرید. آقا شریفی هست. آقای شریفی. آقای شریفی خریداری کردن. مغازه دارن. این دستگاه خوب است؟ در یک ساعت چقدر روغن استحصال میکند آقا جان؟ 6 کیلو روغن است. 6 کیلو. یعنی که 12 کیلو کنجد میریزیم، 6 کیلو روغن میگیره. از 2 کیلو 1 کیلو. هر 2 کیلو 1 کیلو. زغیر هم میخواد؟ زغیر ممکنه کمتر، روغنش کمتر. زغیر کمتر. بله. سیاه‌دانه؟ سیاه‌دانه هم کمتر. سمیچکه آفتابپرست چی؟ اونم با اون سیمیشکه اگر مغزش باشه زیادتر. اگر با پوست باشه کمتر. بله. من همدیران عزیز. بی صدا. آقا عبدالله‌زاده شما که تاجیکستان آمدید همه رو آماده کرده به خلق فروخته میتونه؟ بله، از همینا در تاجیکستان من دارم، بردم، آماده است، آماده فروش شده. آماده فروش است. این چند پول است این؟ اینا حالا باید بیام اینجا حساب کنیم، بعد پیدا می‌کنیم. همدیران عزیز کدامی که خریداری باشد بعد با ما مراجعه کنند. ما با عبدالله‌زاده میگوییم اینا ببینید. از اینجا هم روغن اینجا روغن می‌ریزیم، چکی بریم داخل اون میاد داخل این. این در آشخانه هم کردن میگیرید، در آشخانه هم میبرورده. بسیار خوش. این برای مال اوقه به درد نمیخورد، خشکی بد است. برای گوسفند بد است. گوسفند عالی. این خشکی بد است، روغنش کم است. روغنش کم است. خب بهتر نه اب نداره. نه روغنش کم است اونقدر. خواندره این خواندره ببینو برای مور برای گوسفند میزنن کاه خطی میزنه. خاطی میکنن خطی میکنه، عرقش میکنه. برای همدیران عزیز مرغا هم با دانش خاطی میکنن میدن مرغا هم میخوره. خیلی هم عالی چاق میشه. من همدیران عزیز این یک نواری بود از تجهیزات‌های آقای عبدالله‌زاده در ایران. آقای عبدالله‌زاده که اینجا تنجی شد آمد، خدا خواهد با شما پیشنهاد میکنم خریداری کنید. اگر از این اپاراتور خریده در کخنتان میمونید و روغنتون رو گرفتن میگیرد خودتان. روغن تازه در پناه خدا باشید.